مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. آقای حسین مدرس خیابانی، کسی که متولد تهران هست، پست‌های اجرایی مختلفی رو در نظام و رژیم ولایت فقیه پشت سر گذاشته و مهمترینش سرپرست وزارت سمت در دوران روحانی، هنگامی که ایشون رو به عنوان وزیر سمت روحانی معرفی کرد به مجلس، اما 140 نفر از نمایندگان مجلس به ایشون رأی منفی دادن به دلیل اینکه گفتن کارایی لازم رو نداره، با مافیا و فساد نمیتونه مبارزه بکنه و اون فیش حقوقی نجومی رو هم در کارنامه خودش دارد. در زمینه استاندار جدید سیستان و بلوچستان، آقای مهندس رحیم بندویی از حزب مردم بلوچستان ما رو همراهی میکنند. درود بر شما آقای مهندس بندویی و تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه شرکت کردید. آقای بندویی، نخستین سوالی که مطرح می شود این هست که 43 سال از عمر نظام به اصطلاح جمهوری اسلامی ایران می گذرد. بلوچ ها غالباً حداقل بخشی از سیاستمداران و مذهبیون بلوچ مردم رو همیشه تشویق کردند که در انتخابات شرکت بکنید. هر کاندیدای ریاست جمهوری هم که میاد وعده میده که شما رأی بدید، ما از در واقع فرهیختگان بلوچ، نخبگان بلوچ در پست‌های دولتی و اداری استفاده میکنیم. سوال اولی که الان هم رئیسی با همین وعده روی کار اومد در کابینه که خبری از مردم بلوچ و اهل سنت ایران وجود نداره، الان هم که استاندار سیستان و بلوچستان یک زاده تهران به عنوان استاندار تعیین شد. سوال این هست که آیا در 43 سال گذشته یک بلوچ شایسته و کسی که کاربلد باشد وجود نداشته که نظام تهران در یک پست در حد استانداری یا معاون وزیر یا سفیر یا موردهایی از این قبیل از اونها استفاده کنه؟ عرض سلام دارم خدمت شما و سپاس از این فرصت و همچنین بینندگان گرامی. ببینید جناب ترشوی عزیز، مسئله اساسی اینجاست که آن کسی که گرداننده حاکمیت در ایران هست باید بشناسیمش که کی هست و چی هست. از اونجایی که نوع حاکمیتی که در ایران وجود داره همکنون بیش از نزدیک به 43 سال هست، یک حکومت کاملا فرقه‌گرای مذهبی است و وقتی که مسئله باور و عقاید گروهی مطرح باشه در درون یک جامعه‌ای که رنگارنگ هست، در درون جامعه‌ای که از نظر تاریخی متنوع هست، در درون جامعه‌ای که از نظر عقاید واقعا عقاید کاملا گوناگونی رو دارن، حتی در ارتباط با مسئله مذهب در نظر بگیریم می‌بینیم سنی داریم، شیعه داریم، نمیدونم در میان سنی ها فرقه مختلف داریم و در یک همچنین ساختاری و آن هم در قرن 21 حاکمیت این گونه حکومت ها چیزی جز این نخواهد بود که مردم را به خودی و غیر خودی تقسیم کنند. و مردم بلوچ از آنجایی که از نظر فرهنگی با حاکمان متفاوتند، از نظر مذهبی با حاکمان متفاوتند، از نظر تاریخی هم یک هویت تاریخی کاملا متفاوتی با آنانی که گرداننده این حکومت هستند، کاملا بدیهی است که از اون بدترین نوع غیر خودی ها هستند. فرق نمیکنه که از دار و دسته اصلاح طلبان روی کار باشند و یا از دار و دسته اصولگرایان روی کار باشند، هر دو روی سکه در ارتباط با مردم بلوچ یکی هستند، تفاوتی اصلا نداره و کاملا مشخص هست همکنون و در این موقعیت که رئیس جمهور کشور ایران کسی شده که یکی از اعضای هیئت مرگ در دهه 60 بود. کاملا طبیعی است یک کسی مثل آقای خیابانی رو بیارن بگذارن. خیابانی که شما به درستی فرمودید که در طول این 43 سال چه سابقه ای داشته و چگونه هست
و تنها مسئله ای که یک همچین کسانی رو این گونه حاکمان میارن روی کار میگذارن فقط و فقط به خاطر اجرای همون برنامه‌ای هست که سوال در دستش. بعدی من آقای بندوی دقیقاً همین هست. اتاق فرمان صفحه لپتاپ من بدید. فردی که متهم به فساد هست، متهم به حقوق نجومی است، حالا که از نخبگان بلوچ سوالی که مطرح میشه که من بعد از نشون دادن صفحه لپتاپ خدمتتون مطرح خواهم کرد این هست که حالا که از نخبگان بلوچ در پست‌ها و اهل سنت در پست‌های کشور و حداقل پست‌های استانی هم استفاده نمی‌شود، چرا فردی رو در واقع انتخاب می‌کنند که فساد داره و مشکل فساد برنامه ریزی شده داره؟ خب این تابناک هست از در واقع وبسایت‌های خود نظام که گفته فیش حقوق سرپرست سابق وزارت سمت نجومی است. جمع حقوق که درباره همین آقای مدرس خیابانی صحبت میکنه، میگه جمع حقوق و مزایای مدیر عامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری و امید در تیر ماه به غیر از فیش تجمیعی تیر ماه و بیش از 70 میلیون تومان بوده. حالا میگه شرکت مدیر مالی این شرکت گفته پرداخت این حقوق قانونی بوده. به هر حال خبرگزاری فارس گفته پیرو ارسال فیش حقوقی حسین مدرس خیابانی مدیر عامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید وابسته به بانک سپه به سامانه سودزنی خبرگزاری فارس. به هر حال این گزارش مال ایشون هست که گفته مجموعه حقوق ایشون 70 میلیون تومان در ماه دریافت می‌کرده و جزو کسانی است که حقوق نجومی می‌گرفته. این هم خبرگزاری فارس هست که در واقع باز هم همین گزارش رو آورده و نقل کرده که فیش حقوقی نجومی مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری امید پرداخت ها بر اساس قانون بود. این مدیر مالی گفته بر اساس قانون بود. جمع حقوق و مزایای مدیر عامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در تیر ماه به غیر از فیش تجمیع تیر ماه و بیش از 70 میلیون تومان بوده. خب این در واقع شخصی است که برای بلوچستان تعیین کردن به عنوان استاندار، اون هم طبق قول آقای رئیسی احتمالاً یک استاندار ویژه. آقای بندویی، حالا که به هر حال نظام به بلوچ‌ها اعتماد نداره، بلوچ‌ها رو به دلیل بلوچ بودن و به دلیل سنی بودن از چرخه قدرت و مدیریت کلان کشور و حتی متوسط و پایین کشور حذف کرده، حالا چرا برای یک استانی که لااقل باید یک فرد سالمی رو انتخاب می‌کردند که وقتی اینجا میومد اون بودجه ناچیزی که به استان اختصاص پیدا می‌کرد اونو صرف مردم مظلوم و محروم استان سیستان و بلوچستان میکرد، چرا یک فرد فاسد و دارای حقوق نجومی و اصولا ناکارآمدی رو که مجلس 140 نفر از نمایندگان مجلس، همین مجلس فعلی، بهش رأی منفی دادند و اجازه ندادند که وزارت صنعت و معدن و تجارت در دست بگیره؟ ببینید، اگر چنانچه یک حکومتی روی کار بود که واقعا از تجربه انسانهایی که برای تجربه ایشون بر اساس مسائلی که شما مطرح فرمودید باید خیلی تجربه داشته باشن، چندین پست و چندین مقام داشتن در طول این مدت، ولی از آنجایی که این سیستم و این نهاد در واقع کارهاشون بر اساس رانت و رانتخواری است به خودی ها و ایشون هم یکی از نورچشمی ها و خودی های بسیار نزدیک به رهبر می باشند، به همین دلیل هست که یک همچنین کسانی رو اگر بخوان واقعا خدمت کنن، تجربه داره ایشون، میتونن واقعا خیلی کارا انجام بدن. ولی واقعیت این است و هم شاهد خواهیم بود، از اونجایی که آقای ابراهیم رئیسی برخلاف قولی که داده بودند که برحال از نخبگان بلوچ در ارتباط با پست ها و مقام هایی که برحال ایشون بخوان استفاده خواهند کرد و نکردن، این دقیقاً بیانگر این هست که این گروه مافیایی قدرت سیاسی و نظامی و اقتصادی که الان در کلن در دست به قول معروف این قشر از حاکمان هست، هیچ برنامه دیگه‌ای ندارند جز اینکه در ارتباط با بلوچ و بلوچستان شدیدترین سیاست‌ها رو همچنان که برنامه از قبل داشتند اعمال بکنند. و من مطمئنم که شما به این مثلا خواهید پرداخت با توجه به مأموریتی که ایشون الان در دوران آقای رئیسی دارن به چه مسائلی خواهند پرداخت. ولی واقعیت این هست که یک همچنین سیستم هایی
سیستم هایی که به شکلی به قول معروف فرقه گرا باشند، ایدئولوژیک باشند، کاملا طبیعی هست که همچنان که در طول این 43 سال ایران رو به یک ویرانه تبدیل کردن و دلیل این، یکی از دلایل این ویرانی هم همین هست که این قدرت سیاسی اقتصادی نظامی رو در دست سپاه پاسداران که دارنده و نگهبان در واقع این قدرت مافیایی با مدیریت و رهبری دفتر آقای خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه می باشد، نتیجه بدتر از آنچه که حتی ما انتظارش رو داریم پس از پایان ریاست جمهوری آقای رئیسی و برای کسانی رو که به جاهای مثل بلوچستان بگمارند که به عنوان رئیس استاندار باشند یا هر پست مقام دیگه‌ای داشته باشند، چیزی جز خدمت و چیزی جز پروار کردن جیب‌های همان کسانی که قدرت مدار هستند نتیجه جزئی نخواهد داشت. و وانگهی هر آنچه هم که در واقع الان کمبود بودجه بسیار شدیدی هم که این دولت باش روبرو هست با توجه به بحران‌های اقتصادی که در ارتباط با جهان به هر حال دست و پا گیرش هست، مثلا اینجاست که ایشان هر نوع درآمدی هم که داشته باشن اولویت بلوچستان نیست، اولویت تشنگان بلوچستان و عرب‌های اهواز کلا اون مناطق نیستن، بلکه اولویت این هست که چگونه گماشتگان خودشون رو چه در داخل لبنان باشن، چه در داخل سوریه باشن، چه در داخل عراق و یمن باشن و حتی چه اون بخش از سرکوبگرانی که به عنوان نیروهای فاطمیون و زینبیون هستن خرج اونا خواهد کرد. کما اینکه کاملا شاهد بودیم که در اون زمانی هم که بازم همین آقای بایدن ها روی کار بودن، مبلغ نزدیک 200 میلیارد دلار رو در واقع دادن پس از اون امضایی که روی برجام انجام دادن. چقدرش خرج اونجا شد؟ بخشی که اتفاقا نصیب بلوچستان شد، تنها کاری که کردن اون دیوار بتون آرمه رو ترتیب شد دادن که هرچی سریعتر به قول معروف بلندتر درست بکنن و نمیدونم اون کانال هایی که میکشند اونها رو عمیق‌تر بکنند که برای یک کسی که میخواد یه مقدار بنزین اونور ببره بفروشه، یک سوختبر یا بیفته تو اون چاله ها یا اینکه برای اون شکل گرفتار بشه. بنابراین هیچ امیدی نباید داشت، چرا که برخلاف اون وعده‌هایی که آقای رئیسی، دکترم باید بهش بگم دیگه، داده بودن بخصوص به رهبر مذهبی بلوچستان جناب مولانا عبدالحمید که ایشون هم قبول کرده بودن، باید فراموش کنیم. آقای بندوی، من دقیقا سوالم همین هست. شما چرا من امروز تحلیل‌های مردم بلوچ رو، فعالان سیاسی بلوچ رو و تحلیلگران بلوچ رو میخوندم، همهشون در واقع نسبت به رئیسی، نسبت به استاندار جدیدشون آقای مدرس خیابانی بدبین بودن، میگفتن برای بلوچستان کاری انجام نمیده. شما هم دارید همین حرف میزنید. شاید خیلی از مردم این سوال رو از شما بپرسند که بگن چرا شما فکر میکنید که رئیسی کاری برای مردم بلوچستان نخواهد کرد، مدرس خیابانی کاری برای مردم بلوچستان نخواهد کرد و همچنان برای مردم بلوچستان در بر روی یک